ها کریس، برنامه‌تون برای ایران چیه؟ ایشالله با خانم بچه‌ها تشریف میارید ایران؟ خانم بچه‌ها که درس مخش دارن، بچه‌ها تجدید آوردن باید بمونه، ولی باید ببرمش یه روز مشهد، چون پرتغال امامزاده نداریم. قول دادم یه سر مشهد ببرمش، ولی خدا کنه براش نفرستن این مصاحبه رو. بفهمه مجری برنامه زنه خشتگ ما پرچم نصب میکنه. محسن سلطه تجدید برنامه‌ت برای ایران چیه آقای کریس؟ انشالله 3 ست سیمکش گردن، 2 دست هالتر دمر، 3 ست دمبل رو پای. نه، برنامه سفر. حالا برسیم که اول باید بریم سر خاک، ولی شب باید برم ساوه. سعید معتمد قول دادم برم شام، ناراحت میشه. اونام قول داده گفته شب جام ناز پشت بوم بخوابیم. پیشه بندم داره، ولی اول باید 2 تا فیلتر شکنم بریزم به خانم بچه‌ها بگم رسیدم، یه وقت نگران نشن. صبحم 5 تا 10 تا تخم مرغ میزنه جون بگیریم بریم باغ، هم کمک کنم باغش آب بگیرم، سوغاتی جمع کنم، انار رب انار برای باجناق لاشیم. ولی آخر پای تقدیر میگه مینیبوس سوارشم برگردم تهران چند نفر رو ببینم. روشن مسعود پژوه، اما حسن املت، احمد محمود نجات گوگوش. ولی مرتی که گاسکش به ما یه کنتور بده، ما یه زمین آخرین تیر برق اسلام شهر داریم، همونجا آلونک درست میکنم، بچه‌ها رو میارم ایران اینجا درس بخونن. زن نمیکنم تو ایران، لذت میبرم حتی به ضرر.